20 سال پیش زمام قدرت در تاجیکستان به دست امامعلی رحمان گذشت. پیشرفت این مرد برای کشور ناشناس در میدان سیاست برای بسیاری ها غیر انتظار بود. حکومت رسمی 12 سال باز درباره بروز امامعلی رحمان در میدان سیاست قصه ها تهیه میکند. این تحولات چگونه صورت گرفت و آیا درست است که قبل از نشستن به کرسی رهبری او با مسکو و تاشکند وارد معاملات بود؟ سال 1992 بحران سیاسی و کاملا فلج شدن حکومت اجراییه، مقاومت گروه‌های مسلح، فرانت خلق از یک طرف و اتحاد نیروهای مخالفین از طرف دیگر، پرزیدنت آن دور رحمان نبیوف مجبوراً به استعفا رفت و اکنون تصمیم‌های سیاسی راجع به سرنوشت کشور در خارج گرفته می‌شد. تقریباً همه ولایت تاجیکستان با حکومت مرکزی تابع نبود. ولایت کولاب هم، ولایت قرآن تپه هم، ولایت بدخشان هم، ولایت سوخت هم، ولایت لینوباتی هم وقتا و ناحیه‌های تابع هم به حکومت مرکزی تابع نبود. هیچ کس گپ حکومت مرکزی را نمی‌گرفت. این وضعیت فضا را برای دخالت به امور کشور مستقل فراهم آورد. مسکو و تاشکند از رئیس شورای عالی تاجیکستان طلب کردند که آتش بحران سیاسی را فرو نشاند. اکبرشاه اسکندروف به جز دعوت سیاسی فوق‌العاده در خوجند چاره‌ای دیگر نداشت. نه شرطایی گذاشتن که اگر این شرطا را شما اجرا قبول کنید شما یگانه صاحب منصبی هستید که از روی قانون انتخاب شده هستید و میتونید که آینده با هم کار کنید. لیکن هم یک شرطایی هستن که اونا را شما باید قبول کنید. من همون دوره گفتم که من یگان شرطی که شما دارید، این شرطی که شما دارید این یعنی که با اصل اینا سر کردن جنگ است. من با این شرطهای شما راضی شده نمیتونم. اجلاسیه 16 شورای عالی طور معمول نه در بینای پارلمان بلکه بنابر مسائل امنیتی در کناره‌های خوجند در قصر ارباب برگزار شد. محافظه که در اونجا بودن همگی از کشور همسایه ازبکستان. صرف نظر از زید و نقیضی‌ها در بین نمایندگان مردمی، اسکندروف توانست حضور قریب همه نمایندگان مردم را به سیاست تامین کند. در اون وقت 100% ما از ازبکستان وابسته بودیم، مثلا از روسیه وابسته بودیم. هر کسی که در حکومت تاجیکستان می بود به پشتیبانی روسیه و ازبکستان چیکار کردن نمیتونست. رسالت اصلی اجلاسیه 16 شورای عالی حل بحران و خاتمه دادن به خونریزی ها بود. اکبرشاه اسکندروف با این راه می‌خواست پارلمان کهنه را پراکنده کند و پارلمان نو را روی کار بیارد. اسکندروف باور داشت که سبب اصلی بحران تقسیم نابرابر صلاحیت‌ها در بین منطقه‌های تاجیکستان بود. اشتباه اصلی حکومت مراسم ملی این بود که اونها نتوانستند در مقام‌های کلیدی افرادی حرفه‌ای را پیشبری کنند و اونا باید کار میکردند. اما این سیاستمدار کم تجربه خبر نداشت که در پشت صحنه اجلاسیه 16 کارگردان‌های دست به عمل بودند که اسم او را از روی خط افرادی در کاری خط زدند. من فکر داشتم که باید یک کاری کنیم که همین آخران جلسه باشد که مسئله جنگ و پیشگیری جنگ محکمه میکرده باشد. من بسیار حیران شدم که نخواه همین مردمی که همراه من بودن، همین مردمی که فقط به منفیت صلح و صلاح گرد میزدن، فقط همه چیزا ما ماندیم و فقط با کرسی تقسیم کنی سر کردیم. که وقتی که با خوجند رفتیم، یعنی که میگن که سکریپت اول در دست تاجیکستان بود. اما اینتریگای اساسی در خوجند در اطراف کرسی رئیس شورای عالی جریان گرفت. وقتی نمایندگان مخالفین فهمیدند که دپوتات‌های منطقه کلاب برنامه‌ای از بازی بیرون کردن اکبرشاه اسکندروف را طرح‌ریزی کردند، در حال پیشنهادی به وقت دیگر گذراندن جلسه شورای عالی را در میان گذاشتند. اما نمایندگان فرانت خلقی که از پشتیبانی مسکو و تاشکند برخوردار بودند با اطمینان عمل می‌کردند. وقتی که ما لینوباد می‌پریدیم در ترمیز ما را از ورتالیوت به سامالیوتی وزیر مدافع جمهوری ازبکستان سوار کردند و در آنجا وزیر نزد ما برآمد کرد. ما یک 60 نفر بودیم. برآمد کرده سلامی پرزیدنت ازبکستان رساند و گفت خواهش کرد که
محترم کریمов التماس کردند که باید депутат ها استواری نشان دهند، موفقیت به دست درآورند، جمهوری را آرام کنند. برای همین همین سیاست باید نقض گذرد و همین گفته‌ها اجرا شود. در این جلسه نمایندگان فرانت خلقی که قبلا برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی را طلب می‌کردند، غیر انتظار مخالفین دیگر در فکر به کرسی رهبری برگرداندن پرزیدنت آن دور رحمان نبیوف نبودند. برعکس اکنون آنها نامزدی امامعلی رحمانوف نماینده مردمی از منطقه کلوب را به مقام رئیس شورای عالی پیشنهاد کردند و مسئله موقتا دست کشیدن از ساختار اداره پرزیدنت را مطرح نمودند. بازگشتن رحمان نبیوف اون وقت همون شب و روز نمیتوانست آسودگی دیگر رو به وجود بیارد. این مسئله هم بود. برای همین تغییر دادن سیستم خوب بود. رفتن اکبرشاه اسکندروف از کرسی رئیس شورای عالی تاجیکستان برای مخالفین دردناک بود، اما آنها تعیین امامعلی رحمان به این مقام را با سر بلند پذیرفتند و برای پشتیبانی از رئیس نوی شورای عالی اظهار آمادگی کردند. در وقت تنفس 2 روزه پارلمان، امامعلی رحمان که اکنون به مقام رئیس شورای عالی انتخاب شده بود از نظرها ناپدید بود. مطبوعات رسمی گفت که او در این مدت از ناحیه شهر توس دیدن کرده است، اما در این باره فرضیه های دیگر نیز هستند. مدت 1 روز که درست امامعلی رحمان با عنوان رئیس شورای عالی تاجیکستان حضور نداشت. در اونجا گفته بودند که رفته به ترمیز برای مذاکرات، باقی نش معلوم است. نقطه اوج اجلاس 16 در خوجند آشتی طرفهای درگیر بود. فرماندهان فرانت خلقی و اتحاد نیروهای مخالفین با هم دست دادند، سوگند برادری خوردند و پرچم کشور را بوسیدند. اما برابر به پایان رسیدن اجلاس 16 شورای عالی در خوجند، درگیری‌ها با نیروی دوچند شروع شدند. حکومت نو که به آن همچنین نفرانی مشهور در عالم جنایی شامل بودند، سوار تانک‌های ازبکستان و دستگیری نیروهای هوایی این کشور به پایتخت تاجیکستان وارد شدند. 16 آنچنان که انتظار می‌رفت صلح‌آفرین نشد، اما نقطه آغاز دوره امامعلی رحمان بود.